ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثری نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجامقلوف. قسم 3 گفتاری 51. این خانه ز خشتی کهنه انداختم، در وی جشن زرفتگان ساختم، تا اهل زمان ما بدانند که من یک عمر جوانی به چه ره باختم. مؤلف. آفرین شاعری را به خود کسب کردن نگرفته بود، اما برای جنگاندن دو شاعر هر کدام آنها را از زبانی دیگر حجو می کرد. چنانچه شاهین که از شاعران مشهور آن زمان بود، با استاد خود قاضی قربانخان فطرت با تأثیر شعرهای ساخته او جنگیده است و در میانه این دو شاعر در نتیجه آن رنجش خیلی هجویات به وجود آمده است که هر دو ناگپ شده از دنیا گذشتند. آفرین یکی از ناراضیان وضعیت زمانی خود بوده از دوام کنندگان مجلس احمد مخدوم دانش بود. به سبب اغواگری های او لقب دوزخی را به او دانش داده است. میرزا عظیم سامی بوستانی در بوستان نام دهه ریان قزلتپه حاضره که از شهر بخارا 40 کیلومتر به طرف شمال شرقی در راه کرمینه واقع است تولد یافته بود. او مکتب ابتدایی را در دهه خود تمام کرده تربیه علمی و ادبی خود را در بخارا گرفته است. او بعد از ختم درس اول به حاکمها مرزایی کرده، بعد از آن به دربار امیر مظفر به خدمت منشیگی فرمان نویسی کشیده شده است و در وقت جنگ امیر مظفر و پادشاه روسیه به صفت واقع نگار در جنگ اشتراک نموده است. فکر و چشم سامی در جنگ کشاده شده به قطار مخالفهای دربار امیر گذشته است. تحفه شاهی نام اثری خود را که به تاریخ امیران منقید عاید است و دخمه شاهان نام اثرش را که برای پر کردن دخمه شاهان نام اثری میرزا صادق منشی تعریف نموده است، تماما با روح مخالفتکاری و تنقیدی دربار نوشته است. در دور عبدالاحد که بیمزگی های امیر و اهل دربار باز هم خانوایران تر گردیدند، زبان تنقیدی سامی نیز تند و تیزتر گردیده، عاقبت از دربار رانده شد و بی‌معاش در گوشه ناکامی افتاد. در وقتهایی که من به خدمت شریف جان مخدوم در آمده بودم، عمر سامی قریب به 60 می نمود. و آدمی کوتاه قامت، میانه گوشت، سبزینه چهره بوده، ریشی میانه‌ای داشت که سفیدیش از سیاهیش بیشتر می نمود. او اثرهای خود و اثرهای کمیاب دیگر را با فرمود شریف جان مخدوم به وی کتابت کرده داده، با مزد خدمت این گونه کارها فقیرانه زندگانی می کرد. عائله اش کلان بوده، قوت لایموت، یعنی خوراکی کمی از مردن نگاه دارنده آنها را با صرف نوری چشم پیرانه خود در کتابت تأمین می نمود. چشم پیر شده سامی به این گونه مهنتی طاقت فرسا که مجبور بود
در یک شبانه روز 15-16 ساعت کتابت کند تاب نیاورده عاقبت کور شد و 4-5 سال آخری عمرش را با بسیار سختی گذرانده آخر در سال 1907 در سن 72 سالگیش وفات نمود. شریف جان مخدوم در تذکیره خود بعد از شمردن فضل و کمال او درباره قشاقیش میگوید: عجب این که از خوان الوانی در نصیبی نشد مرورا غیر زهر. در این عصر و آوان خودو زنده است ولی زندهی بدتر از مرده است. بلایی بود پیری و نیستی بلاتر از آن میری و نیستی. سامی از دوستان نزدیک احمد مخدوم دانش بوده. در زمان زنده بودن او هیچ نباشد هفته یک بار به صحبتش می رفت. ذکر سامی نمونه اشعار و روی خط آثارش در صحیفه های 335 339 نمونه ادبیات تاجیک قید شده است. عزیز خواجه عزیز تولدگاهش موضع قندوز ولایت بلخ بوده. در خردسالی به بخارا آمده در اینجا کسب کمال نموده است. عزیز از شاگردان قاضی عبدالواحد صدری سریر بوده. از کهنه شریک درسانی شریف جان مخدوم بود. عزیز قامت بلند، گندمگون، خوشبدن و کمریش بوده. همیشه تبسم کرده می ایستاد. او شیرین سخن، گرم صحبت و نرم گفتار بوده. در صحبت‌های عادی هم همیشه نازکی‌های زبان تاجیکی را با مهارت و به طرز طبیعی کار می‌فرمود. با علمای رسمی به چی چشم نظر کردنی عزیز از بیت زیرین معلوم است که در حق قاضی کلان زمان خود گفته است: گر ببینم چهره قاضی کلان کوزه آچار آید در نظر. بدبینی عزیز به یک قاضی کلان مخصوص نبوده و به همه قاضی کلانان و علمای عملدار با یک چشم نگاه میکرد. چنانچه در وفات قاضی کلان بدرالدین که از جهتی تنگی چشمش مردم او را کور میگفتند و به جای او قاضی کلان شدن قاضی بقاخان که گوشش وزنین بوده او را کر می نامیدند، عزیز بیت زیرین را گفته بود: از بخارا کور رفت و کر به جای او نشست. در بخارای شریف این کربلای دیگر است. آن همین ها بودند گلی سری سبد مجلس های شریف جان مخدوم که من از صحبت آنها بوی خوشی را می شنیدم. درست است که اینها از جهت سویه فکری و جهان بینیش هم از همزمانان خود کم فرق می کردند، اما هر کدام آنها ناراضگی داشتند که این خصوصیت آنها هم به من بی تأثیر نمانده بود. در مجلس هایی که در خانه شریف جان مخدوم برپا می شد، چنان که از بدکرداری های راهبران حکومت و کلانان همان زمان شکایت می رفت، این چنین خوبی های بعضی کسانی نمایان هم ذکر می یافت که من غایبانه به آن گونه آدم ها محبت پیدا کرده بودم. من به طریق مثال در اینجا یاد کردنی یک چند نفری این گونه کسان را مناسب می شمارم. میرزا حییت صحبا در ریان وابکند بخارا تولد یافته به بخارا برای خواندن آمده است، اما پیش از ختم درس به دربار عبدالاحد که در آن وقتها در زمان امیری پدرش در کرمینه حاکم بود کشیده شده است. عبدالاحد
بعد از امیر بخارا شدنش نیز او را در دربار خود نگاه داشته به منصب‌های گوناگون منصوب کرده است. نظر به خبر اشتراک کنندگان مجلس‌های شریف جان مخدوم، صهبا همیشه کمبودی‌های دربار امیر را فاش می کرده است. حتی بعضاً در حضور امیر هم از همگویی باز نمی ایستاده است. این خصوصیت‌های صهبا را شریف جان مخدوم در تذکیره خود با بیت‌های زیرین عکس کننده است. فضیلت شعاری غیور و دلیر، به گفتار و کردار چون نر شیر، به نیروی بازوی آن پاک دین، در این عصر نامد بروی زمین. به اظهار حق آشکار و نهان، ندارد حذر از کیهان و میهان. به حدی که در پیش شه زین نسق، کند دایما نشر اعلان حق. این خصلت‌های صهبا با امیر به عکس تأثیر نماند. در وقت‌های نزدیک بودنش به امیر دربان حضور امیر بود. وقتی که امیر از او رنجید، او را به میرابی شهرود تعیین نمود، چون که او میرابان را به آب فروشی، به خیانت کردن در حق دهقانان عیبدار می کرد. اما میرابی معاشی روی راست نداشت. باید وی هم برای تأمین معیشت خود آب فروشی می کرد. لیکن صهبا این کاری رذیلانه را نکرد و 2 سال به خود سختی را روا دید و به دهقانان خالصانه خدمت کرد. امیر دید که صهبا محبت عامه دهقانان را به خود جلب کرده ایستاده است. او را از وی کار گرفته به شهر میرشب سرداری پلیتسیا تعیین نمود. اما میرشبی منصبی از میرابی هم بدتر بود، چون که اگر میراب از دهقانان پاره خورده تأمین معیشت نماید، میرشب باید با دزدان و قماربازان شریک میشد و از همین کاری مردار تأمین معیشت خود نموده به امیر هم ساری چند بار پیشکش میفرستاد. صهبا در این هم با کمال پاکی خدمت کرد. تمام اشیای خانه‌اش و اسباب زینت زنش را فروخته فقیرانه زندگی نمود، اما با دزدان و قماربازان شریکی نکرد و به امیر هم پیشکش نفرستاد. در زمان میرشبی وی شهر و اطراف آن آسوده گشته، حادثه دزدی هیچ واقعی نشد. به ضمن این او احوال گذرها را وعظ و نصیحت نموده، با خرج اختیاری آنها شهری را که از اولی بینا شدنش باز شبانه تاریکستان میشد چراغان کرد. چون امیر با این کار هم از صهبا انتقامی معنوی گرفتن نتوانست، او را تماما از کار خالی کرده با اندک معاش عملداری به خانشینی مجبور کنانید. صهبا در وقتی گوشه‌نشینی خودش زبان تنقیدیش را باز هم درازتر کرد. ناراضیانی دربار به گردی او غون شده بازار شکایتی امیر و وزیر را گرم می کردند. حکومت هم در آزار و ایذای او فرصت می جست و این فرصت هم یافت شد. در سال 1915 با سپارش گماشته سیاسی دولت رسیه پادشاهی قشبیگی او را به حضور خود آورده به بهانه گزیته‌خوانیش تنبیه نمود و از او دستخط گرفت که بعد از آن گزیته نخواند. در اولهای رولوسیون فوریه بنابر خیرخواهی او به رولوسیا حکومت او را در ارک بخارا محبوس و بعد از چندی به قبادیان
ریان شهرتوزی حاضره تاجیکستان بدرقه نمود و در واقعه کاریسف در سال 1918 در آنجا مقتول گردانید. ذکر صحبا و نمونه شعرهای وی در صحیفه های 392 396 نمونه ادبیات تاجیک چاپ مسکو سال 1926 قید شده است. شمس الدین مخدومی شاهین از شاعران مشهوری همان زمان بوده. در وقتهایی که من در خدمت شریف جان مخدوم بودم می گفتند که او 34 ساله است. شاهین در آن وقتها در دام ندیمی امیر افتاده بود که آزادانه با کسی رفت و آی کرده نمی توانست و بنابراین خانه شریف جان مخدوم هم نمی آمد. وگرنه می گفتند که تا به دربار بسته شدنش هفته یک بار به آن مجلس ها اشتراک می کرد. اما شعرهای شاهین همیشه در آن مجلس ها خوانده می شدند و هر شعری که او گوید در روز دویومی گفته شدنش به آنجا می آمد. همصحبتان شریف جان مخدوم همگی او را به نیکی یاد می کردند و به من شعرهای شاهین از شعرهای همه آن شاعرانی که در آن مجلس ها می دیدم زیادتر تأثیر می کرد و با اشتیاقی تمام آرزو داشتم که آن روزگار را هیچ نباشد یگان بار بینم. روزی در ریگستانی بخارا یکی از خویشاوندان شریف جان مخدوم که هوسکار شعرگویی بود به من شاهین را از دور نشان داد. شاهین به نظری من یک آدمی میان قدی لاغر بدن، میان ریش و چشم و ابرو سیاه نمود. افسوس که او را از نزدیک دیده و سخنانش را از زبان خودش شنیدن نتوانستم. بعد از 2 سال همان واقعه او در رکاب امیر در قرشی وفات نمود. ذکر شاهین و نمونه شعرهای او در صحیفه های 352 372 نمونه ادبیات تاجیک قید شده است. احمد مخدومی دانش، احمدی کله، یک کسی غایبی که ذکر او در مجلس ها دقت مرا به خود بسیار می کشید همین احمدی دانش بود. هر کدام اهل آن مجلس ها این ذاتی بزرگ را در غیبش هم شما گفتن نامی بردند و در حق او با احترام گپ می زدند و حالان که در مدرسه میری عرب از ملاهای باشنده آنجا در حق او بسیار سخنهای بد می شنیدم. انا همین نکته حیرت و تعجبی مرا بسیار می افزود. حقیقتا هم در یک شهر در یک زمان از یک طبقه همه آنها قطع نظر از سویه فکری یک کس به این درجه توصیف‌های ضد یکدیگر شنیدن آدم را در حیرت می اندازد. یک قسم این طبقه احمد مخدوم را در بدی شاگرد شیطان شمارد، قسم دیگرش او را در نیکی به درجه فرشته می برآورد. از بس که من از روی دریافت خود اهل مجلس های شریف جان مخدوم را آدمانی درست کردار می دانستم، از روی گفته های آنها محبتم در حق احمد مخدوم روز تا روز زیادتر و هوسم از فهمیدن خصوصیت های احواری او ساعت به ساعت افزونتر می گردید. بنابراین در موردهای مناسب از هر کدام آنها درباره احمد مخدوم چیزها
می پرسیدم. نظر به قول شریف جان مخدوم، باباهای احمد مخدوم از تومن پیرمست در تقسیمات حاضره یک قسمی این تومن سابق برایان خجدوان، قسمی دیگرش برایان شافرکام و باقی ماندهش برایان وابکند همراه گردیده، پیرمست به صفت نامی ریان برهم خورده است، از دهه‌ای سوخت بودند که آنها در آنجا دهقانی می کردند. پدری احمد مخدوم در خردسالی در مکتب دهه‌ای خود خوانده، بعد از آن به بخارا آمده مدرسه را تمام کرده است و پس از ختم درسها در یکی از گذرهای بخارا امام شده و به طرز دائمی در شهر مانده از گذری کوچه‌ای سنگینی بخارا و خود حولیچه‌ای تهیه نموده در آنجا خانه‌دار شده است. احمد مخدوم در گذری کوچه‌ای سنگین انا در همان حولیچه تولد یافته است. ترتیب خواندن و ختم درس کردن احمد مخدوم را شریف جان مخدوم به طرز زیرین حکایه می کرد که اینها را نوشته های خودی احمد مخدوم هم تصدیق می کنند. پدری احمد مخدوم او را به مکتب گذرش داده، نیت داشته است که به او قرآن را حفظ کننده قاری کند، اما احمد یک رهه به این کار سر نفرآورده، هر روز از مکتب گریخته به ریگستان و لب حوض دیوان بیگی رفته، به معرکه های قصه خوانان نشسته، از آنجا قصه ها و افسانه ها را شنیده از خود می کرده است. داماللای مکتب به پدری احمد مخدوم فهمانده است که پسری وی در زبانش لکنت دارد، در وقتی گپ زدن و خواندن زبانش می گیرد و اگر او قرآن را حفظ کند قاری بد می شود. بنابراین از بهر حفظ قرآن گذشتن مناسب است. پدری احمد مخدوم به این تکلیف ناچار راضی شده است. احمد مخدوم بعد از خط و سواد برآوردن از مکتب برآمده به درس‌های مدرسه دوام نموده است و در وقت‌های درسخوانیش به حسن خط و لوح و جدول کشی هم مشغولی کرده، در اندک وقت خوشخطی گذرا لوح کشی هنرمند شده است. احمد مخدوم تا به دست در آوردن این هنرها در عائله پدرش که خیلی فقیرانه بوده است زندگانی کرده، بعد از آن که به تأمین معیشت خود امکانیت یافته است در مدرسه از مدرسه های بخارا حجره یافته، در آنجا به سر خود و مستقلانه به روز می گذرانیدگی شده است. او در این دوره حیاتش بیازهای خوشخط نوشته و آنها را با لوح و جدولی زیبا زینت داده به طالبانش فروخته تأمین معیشت می کرده است. احمد مخدوم در یکی از نوشتجات خود می گوید مضموناً: من اولها بسیار خسیس بودم، هر چیزی که از کتابت و لوح و جدول کشی به دستم درآید اندکش را با صرفه‌کاری به احتیاجهای ضروری خود خرج کرده، بقیه‌اش را ذخیره می نمودم و به پول گنداشتن بسیار حریص بودم. در آن میان حادثه‌ای روی داد که من از بحر پول ذخیره کنی گذشتم. در صحرا عمک بچه‌ای داشتم که یک جوان پرزوری تنومندی بود. او در وقتی از صحرا به شهر آمده ایستادنش هنگامی که از دریای زرفشان می گذشته است غرق شده تلف گردید. این حادثه به من بسیار تأثیر کرد و من در دل خود گفتم که به ناگاه نابود گردیدن آدم ممکن بوده است. در این صورت پول جمع کنی چه در کاری دارد؟ خوش خورده، خوش پوشیده، خوش گذرانیدن بهتر است. بعد از آن حادثه من هر چیزی که به دستم درآید در خود همان روز صرف می کردم، خود می خوردم و دوستانم را ضیافت می نمودم. من در یک دفتر با دستخط خودی احمد مخدوم دیدم که او در آنجا طرزی به علم نجوم
ستاره شناسی مشغولی کردن خود را به طرز زیرین حکایت می کند. مضموناً: من شوق داشتم که آینده خود را بدانم و معین کنم. با همین نیت به علم نجوم شغل کردن را خواستم. اما استادان این فن بسیار بخیل بودند و با آسانی چیزی از این فن یاد نمی دادند. من به استادان این فن دور و دراز خدمت کرده و مطالعه شخصی خود را ضم نموده این فن را به دست درآوردم. از بس که بخیلی استادان بسیار به جانم می رساند، در دل خود مقرر کرده بودم که اگر من این علم را به دست درآورم، هر کسی که به پیش من آمده آموختن این فن را خواهش کند، بی مزد و منت و به زودی به آن طلبه می آموزم. احمد مخدوم در آن دفتر در آخر این یادداشت خود می گوید: بعد از آن که من علم نجوم را به دست درآوردم، موافق عهد قلبی خود هر کسی که این علم را آموختن خواست او را به شاگردی قبول نمودم. اما افسوس که اکثری آن گونه طلبه ها نااهل برآمدند و پیش از آن که از این علم چیزی به دست درآورند فالبین شده هم خود را و هم مهنتی مرا نابود کردند. به اساس اثرهای خود احمدی دانش و همزمانان او، پرره نوشتن ترجمه هاری او را به آینده موقوف گذاشته می خواهم آن چیزهایی را که درباره احوال و زندگانی شخصی او در خانه شریف جان مخدوم شنیده‌ام و آنها تا حال در جای نوشته نشده‌اند در اینجا قید کرده گذرم. درباره فهمیده گرفتن احوال خصوصی و روزگذرانی شخصی احمد مخدوم، حامد بیک حامد که ذکرش در بالا در قطار همصحبتان شریف جان مخدوم گذشت به من بسیار یاری داد. حامد بیک از 20 سالگیش تا آن روزها در صحبت احمد مخدوم دوامت کرده بود، درباره او بسیار چیز می دانست و از بس که احمدی دانش را بسیار دوست می داشت درباره وی بسیار با ذوق و شوق گپ میزد و اگر در خصوصی احمد مخدوم به او یک سوال داده شود، در جواب به یک دیگر وابسته کرده چندین مسئله ها را کشاده می پرداخت. نظر به قول حامد بیک بعد از قاضیگی استعفا داده از دربار امیر کناره گرفتن احمد مخدوم به او به طرز پنسیه کتابخانه‌داری مدرسه جعفر خواجه داده شد. از بس که در کتابخانه‌های مدرسه های بخارا کتاب نمانده، به این سبب برای کتابخانه‌دار کاری هم نبود. کتابخانه‌دار وقفی از آن راه آینده را حقیقتاً مانند پنسیه حساب می کرد. اما درآمد اساسی احمد مخدوم از راه مهنت خودش بود. چنان که در بالا ذکر شد، او بسیار خوشخط و لواح هنرمند بوده. درآمد این پیشه خراجات ولی نعمتانه او را می برداشت. او نه تنها لواح و جدولکش بود، بلکه رسامی هنرمند هم بود که رسمهای بسیار زنده می کشید. حامد بیک یک لوحه مضحک آمیزی او را به من نشان داد که در حقیقت به حیرت افتادم. شما گفتاری 51 را از روی اثری نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجمقلوف، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی.